چرا کسی نمیگه حضرت ابراهیم یک ایرانیه؟ چرا نمیگه حضرت ابراهیم توی شوش، خوزستان امروزی به دنیا اومده؟ چرا تحریف میشه؟ راز اینجاست که 80% دنیا دارن به دین من و تو ایرانی عبادت میکنن. امروز براتون میخوام ریشه یابی کنم و منبع و منشأ تمام ادیان رو بهتون بگم. حضرت ابراهیم ریشه اسمش پرهام کاملا فارسیه که عرب‌های خوزستان نمیتونستن پر رو تلفظ کنن و بهش میگفتن براهیم یا ابراهیم. الف میذاشتن اولش راحت‌تر بتونن تلفظش کنن. به نوشته قرآن آذر پدر ابراهیمه که اسم کاملا ایرانی و فارسیه. دانیال نبی پیامبر مورد قبول یهودیت، مقبرش توی شوش خوزستانمونه. لوط نبی، یعقوب نبی، همشون مقبره هاشون توی ایرانه. این نشون میده که منشأ تاریخی تمام ادیان ابراهیمی ایران بوده و دلیل وجود این همه مقبره امامزاده پیامبر و امام توی ایران اینجا مشخص میشه. سر من و تو رو با کوروش گرم میکنن ولی دانیال نبی رو از ما پنهان میکنن. دانیال نبی پیامبر زمان کوروش بوده. کوروش برای کشورداری از دانیال نبی مشورت میگرفته. چرا دانیال نبی این همه تحریف میشه و پنهان میشه و کوروش بولد میشه؟ دلیلش اینه که نباید ایرانیا بدونن که دین منشأش ایران بوده. کسایی که میگن ما ایرانی هستیم و عرب نمیپرستیم یا از نادونی و حماقتشونه یا از خیانتشونه. به هوش باشید که ایران منشأ تمام ادیانه، نه عربستان.